سلام عرض میکنم به شما، به چنل من خیلی خوش اومدین. همینطور که میدونید ما توی بدوی امتحانا هستیم. با توجه به تعطیلیایی که ما داشتیم، همینطور که محتضر هستید، بنده خودم دانشجو هستم، توی یکی از کلاس‌های دانشگاه دارم. این ویدیو رو ضبط میکنم در تاریخ امروز سوم دی 1404 هستش و یه چند تا راهکار میخواستم بهتون بدم که بتونین سریعتر و یعنی بتونین با تلاشی که در یه راستایی انجام میدین نتیجه بهتری بگیرین. یعنی اون نتیجه که میگیری خودش هستش یه نتیجه خیلی بالاتر و چیزی که تصورشو نمی‌کنین اون نتیجه رو بگیری. حالا این کار چی هستش؟ این کار این هستش که یک، اینکه شما با استادتون ارتباط بگیرین. چطوری ارتباط بگیرین؟ خب هر استادی توی هر دانشکده‌ای که هستین یه اتاق مختص خودشو داره. شما میتونین برین در به اتاقش. حالا الان جدیدن برنامه‌های اساتید رو زدن و مراجع دانشجویی هم زدن. ایمیل اساتیدم خب هستش. عموما شما میتونین از طریق ایمیل بهشون پیام بدین و یه وقت بگیرین و برین باهاشون صحبت کنین که چه مباحثی. حالا بند خودم میان ترم کلا عقب افتاده، یعنی این هفته و هفته بعد کلا میان ترم دارم هر روزشو، به خاطر حالا سرما و نمیدونم آلودگی و بارندگی و اینا کلا عقب افتاد. خب کجا بودیم؟ میریم پیش اساتید. حالا میان ترم که دادین که هیچ بحثش جداست. حالا هر امتحانی که دادین، چه میان ترم چه پایان ترم، چون که مدت زمان خیلی کمی مونده، میتونیم بریم پیش اساتید و بپرسین ازشون، مباحث رو در بیارین، چه مباحثی از چه درسی، هر درسی واسه پایان ترم و میان ترم میاد، حالا واسه امتحان چه مباحثی میاد، مباحث رو در میارین و اینکه از استادتون هم میپرسین که این مباحث رو که دارین میگین مثلا روی با توجه به گفتنش میفهمی روی کدوم بیشتر داره مانور میزنه، فوکوس کرده، کدوم مطالب مثلا میگه بهتر بخونیم، بهتر یاد بگیریم. خب میرین همون مطالب رو، خواهشن همون مطالب رو به صورت دقیق همون مطالب رو میخونین. به صورت دقیق یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما یه انتگرال گرفته، یه انتگرال یه جوابی شده، یعنی شما اصلا نمیدونی این انتگرال از کجا اومده، چطوری شد این. خب همین رو میتونین، تنها که خیلی راحته این روزا ما میتونیم انجام بدیم، سریع عکس بگیری واسه کوپایلت یا حالا چت جی پی تی بفرستین و ازش توضیحات بخواید، سریع همون لحظه یه توضیحاتی به شما میده. حالا شما باید به پیش نیاز درستون نگاه کنید، ببینید چه پیش نیازی داره، طبق اون پیش نیاز مباحث رو پیش ببرید. حالا چه مباحث ریاضی باشه، چه حالا مباحث هر حفظیاتی و فلان و فلان، این بیشتر راهکار برای مباحث ریاضیاتیه. این از این موضوع، اینکه شما ارتباط بگیرین با استادتون. دومین موضوع این که شما برنامه ریزی داشته باشین. یعنی چی؟ برنامه ریزی و نظم یعنی چی؟ یعنی شما باید کل جهات زندگیتون رو در نظر بگیرین. خب زندگی من با بغل دستیم فرق میکنه، بغل دستیم زندگیش با اون یکی فرق میکنه، زندگی همه ما با همدیگه فرق میکنه، هر کدوم یه شرایط خاص خودمون رو داریم، هر کدوم مسیر خاص خودمون رو داریم. نباید خودمون رو مقایسه کنیم که فلانی وای چقدر مثلا درس خونده، فلان شده، بسان شده، من چرا اینطوری. اصلا مقایسه نکنید و شما مسیر خودتو داری، تو همین مسیر فقط حواست به هدفت باشه، مقصدت باشه. یه مبدأ داری، یه مقصد داری، حواست به مقصدت باشه و به راههای فرعی و نمیدونم تابلوهای فلان فلان، اینا که میگم تابلو، اینا همون دوستات هستن که یه توجهت میره پیششون که تا کجا خوندن فلان. برنامه ریزی میکنیم. برنامه ریزی به چه صورته؟ برنامه ریزی به این صورته که شما میاین روز میشمارین. خب یعنی شما به عنوان مثال امروز سومه، خب شما هفتم میان ترم داری یا امتحان داری، خب امتحان یه درسی رو داری، میای سوم یه روز، چهارم، پنجم، ششم، خب شما 4 روز داری. 4 روز مفید شما میتونی برای این درس بخونی. میای چیکار میکنی؟ میای یه روز رو میذاری برای حل تمرین، حالا اگه درس ریاضی باشه یا فلان، اگه درس دیگه باشه یه روز رو میذاری برای مرور. اوکی؟ یه روز مرور، 3 روز. شما 3 روز داری، میای تمام مباحث بر اساس صفحات، حالا هر چند صفحه است، هر چند مبحثه، تقسیم بر 3 میکنی. میشه وعده هر روزت. یعنی شما امروز
یک سومش رو میخونی، فردا یک سوم دیگه‌ش رو میخونی، پس فردا یک سوم دیگه‌ش رو میخونی و پس اون فردا که میشه روز چهارم میای از اول مرور میکنی تا آخر و اگه نمونه سوال باشه نمونه سوالاتش رو حل میکنی. حالا این یه نکته دوم بود. نکته سوم چی بود؟ نکته سوم این بود که شما میگردید از ترم بالایی‌ها یا از سال بالاییاتون چیکار میکنین؟ نمونه سوالات اون درس رو میگیرین یا ازشون میپرسید سوالاتش چطوریه، آیا مثلا سوالاتش این شکلی که سر کلاس حل کردی یا نه سخت‌تر میده، از کدوم کتاب بیشتر سوال میده. اینا رو کلا جمع میکنین، تمام این مباحث رو میذارین توی کدوم قسمت؟ میذارین تو روز چهارمتون. میذارین توی روز چهارمتون که حالا یه بحث میذارین توی روز چهارمتون که بخونین، مطالعه داشته باشین و روز پنجم یعنی شب روز چهارم که شبش میخواین بخوابین، خواهشی که ازتون دارم زود بخوابین، نذارین ساعت 2 3 نصف شب بخوابین، خب که تمرکز داشته باشین سر جلسه، استرستون کمتر بشه. همون شبش رو زود بخوابین، نهایتا ساعت 11 12 شب بخوابین که صبحش پر انرژی، پروداکتیوتر، اکتیوتر باشین سر جلسه و استرس نداشته باشین. این از این موضوع بود که حالا من خودم دارم امتحان میکنم و واقعا هم مدیون این هستم. این 3 کار واقعا معجزه میکنه. الانم ما هممون دسترسی به ایمیل اساتید رو داریم، دسترسی به آیدیشون رو داریم، حتی بنده خدا شماره‌شون هم گذاشتن. خب شما میتونی بهشون پیام بدی، هر جایی که ایراد داشتی میتونی پیام بدی، حالا یا جواب میده یا میتونی از چت جی پی تی بپرسی. من خودم به شخص تجربه اینو داشتم که یه درسی رو اصلا از اول ترم لاشو باز نکردم، یهو به خودم اومدم فهمیدم یه هفته مونده به میان ترم اون درس و اون درس تخصصیه و من هیچ کاری در طول ترم انجام ندادم، در طول سال هیچ کاری انجام ندادم. با همین روند، با همین روش رفتم و نمره بالایی هم شدم. این واقعا معجزه میکنه. این همون تلاش است که نتیجه شما رو چند برابر میکنه. این تلاش یه راهکارهایی داره که من بهتون گفتم. امیدوارم که همگی موفق باشیم، شما موفق باشین و از این راهکارها استفاده کنین و بیا نتیجه هاشو برام کامنت کنین. خیلی دوستتون دارم. منم الان داخل کلاسم، همونطور که میبینین کلاسه و امیدوارم که موفقیاتتون رو ببینم. خدا نگهدار.